سلام دوستان و همکاران محترم. امروز جمعه 9 مرداد 1405 پای کوه باد ملایمی میاد، واقعا لذت بخش، روح و جسم آدم آرامش پیدا میکنه. هم از این فرصت استفاده کنم چند توصیه برای دوستان جوان‌تر دارم که باشون صحبت کنیم. میگن کار چیه؟ کار جسم روحی ما رو خسته میکنه، از بین میبره. نه، کار جوهره زندگیه. یک مرد کار میکنه، تلاش میکنه تا خانوادهش در آسایش و امن باشن، آرامش باشن. تنها چیزی که این به نظر من یک مرد از پا میندازه ضربه روح روانیه. وقتی که یک مرد دچار ضربه روح روانی میشه، واقعا اون مرد روح روانش مرده، فقط جسمش جامعه حرکت میکنه. میشینه فکر میکنه، راه میره فکر میکنه، میخوابه فکر میکنه، هر کاری میخواد انجام بده اون فکر و ذکر، اون فشار روانی روحی ولش نمیکنه. میخواد تصمیم بگیره نمیتونه، یه موقع میبینه تصمیم میخواد بگیره بعد و بدتر انتخاب میکنه، چون خودشو داره فدا میکنه در جامعه. پس بهتره که جامعه بسازیم که همه خانواده در آرامش و روح روانی داشته باشه. آخه جادو میکنی، آخه جادو میکنی.